یکی از سمت‌های مهمترین سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان مملکت و بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم کشور میباشد. این موضوع در پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحلیل عمیق یافت و در نوبت خود به وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و این و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی دستور داده شد که جهت زیاد نمودن کورس‌های آموزشی برای کلانسالان، جلب بیشتر اهالی به کسب به خصوص بانوان و جوانان با آموزش کسب‌های گوناگون چاره‌های مشخص اندیشند. دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت را مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرنو مورد اجرا قرار داده با اشتراک دایره وسیع کارفرمایان و کارجویان یارمارک‌های جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار نمودند. مورد ذکر است که چاره‌بینی مذکور به خاطر تامین جوانان و مهاجران مهنتی به وطن بازگشته تشکیل گردیده بود. مرکزهای کسب آموزی کلانسالان که آموزش هنرهای ملی از قبیل ادرس بافی، لباس دوزی، قالین بافی، لباسهای خارجی و تکنولوژی معاصر را براه ماندن در یارمارک اشتراک نمودند. من کریمزاده شبنم ساکن جماعت دهاتی باغستان مینتداری خودمان را زنان جماعت دهاتی باغستان مینتداری خود را میرسانیم که چنین کورس‌های کوتاه مدت را در جماعت ما تشکیل کردند. از جانب شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی تشکیل کرده شده است. ما دختران خانه‌نشین را صاحب کسب و هنر می‌نمایند. با دستگیری اگنتی شغل اهالی ناحیه با کورس کوتاه مدتی کامپیوتری جواب کرده شده. ما جوان دختران خانه‌نشین یاددار از آن هستیم که برای ما جوان دختران چنین شرایط‌ها مهیا کردند. برای پس کردن سطح بیکاری اهالی از جانب ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه شهرنو یارمارک‌های جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد به طور دائمی گذرانده می‌شود. مسئولین نیت دارند چنین چاره‌بینی‌ها را در مرکزهای جماعت‌های دهات نیز براه مانند.